دوستان عزیز، به پلتفرم یادگیری زبان روسی خوش اومدید. من صفورا قلعه‌بندی هستم و دستورالعمل‌های مهمی رو برای برنامه‌ریزی تحصیلی در بستر آموزشی برای شما توضیح خواهم داد. آموزش شما سرگرم کننده خواهد بود و به شما کمک خواهد کرد تا یک دنیای جدیدی رو کشف کنید. در این پلتفرم شما به طور مستقل زبان روسی رو یاد خواهید گرفت. اما به یاد داشته باشید که اگر سوالی دارید همیشه میتونید با اساتیدتون در تماس باشید. پس بیایید شروع کنیم. برنامه درسی همیشه سند اصلی یک برنامه آموزشی هست. زمان مشخصی برای برگزاری کلاس با معلم تعریف شده. لینک اتصال به کلاس به شما ارائه میشه. لینک هایی برای مشاهده دروس ضبط شده وجود داره و همچنین تکالیف منزل هم برای شما در نظر گرفته شده. زمان درس با معلم، زمان مورد نظر برای شرکت در کلاس به وقت مسکو طراحی شده. لینک هایی برای ارتباط درس با معلم وجود داره. برای شرکت در کلاس درس به همراه معلم روی متن با لینک های بالا کلیک کنید. از شما دعوت میشه که به برنامه وارد بشید. شما میتونید درس رو در برنامه باز کنید یا میتونید در مرورگر بمونید و درس رو از طریق مرورگر خودتون بدون دانلود برنامه اجرا کنید. نام خودتون رو وارد فیلد مشخص شده میکنید و وارد میشید. بنابراین معلم و همکلاسی شما میتونن ببینن که چه کسی وارد کلاس شده. وقتی درس شروع بشه معلم بهتون اجازه خواهد داد که وارد کلاس بشید. لینک هایی برای مشاهده درس های ضبط شده در فضای ذخیره‌سازی ابری یا استوریج کلاود وجود داره. شما میتونید تمام کلاس های برگزار شده با معلمتون رو در هر زمانی که برای شما مناسب هست مشاهده بکنید. در حال حاضر درس ها ظرف 24 ساعت پس از برگزاری کلاس ظاهر خواهند شد. تکالیف خونه در پلتفرم. برنامه درس‌هایی رو در پلتفرم نشون میده که باید در روزهای خاص تکمیل بشن. به یاد داشته باشید برای یادگیری یک زبان خارجی شما باید هر روز تمرین کنید. زمان خودتون رو برنامه‌ریزی بکنید و تکالیفتون رو به موقع انجام بدید. صفحه کلید روسی. برای یادگیری به کمک پلتفرم شما باید یک صفحه کلید روسی رو روی کامپیوتر خودتون نصب کنید. در گوشه سمت راست بالای صفحه میتونید یک صفحه کلید روسی رو پیدا بکنید. به وسیله اون کارهای خودتون رو انجام بدید. حروف و کلمات رو با استفاده از صفحه کلید مجازی در پلتفرم تایپ کنید. بعد پاسختون رو کپی بکنید و از کلیدهای کنترل به علاوه وی برای ثبت پاسخ استفاده کنید. همچنین میتونید صفحه کلید روسی رو روی کامپیوتر شخصی خودتون هم نصب کنید. پلتفرم. ورود به پلتفرم. در صورتی که برای آموزش اقدام کردید، مدیر دانشکده دیجیتالی نام کاربری و رمز عبور رو برای شما به صفحه شخصی خودتون ارسال میکنن. ثبت نام اضافی اصلا نیاز نیست. وقتی وارد پلتفرم میشید، باید جلسات شروع شده از سایر دستگاه و مرورگرها رو قطع بکنید. برای انجام این کار جلسات قدیمی رو انتخاب کرده و روی دیسیبل سشن یا غیر فعال کردن جلسه کلیک کنید. برای فرآیند یادگیری باید از کامپیوتر استفاده کنید. توصیه می‌کنیم از یک کامپیوتر شخصی با نرم افزار ورژن قبل از سال 2011 اصلا استفاده نکنید. دستورالعمل‌هایی وجود داره که به شما کمک می‌کنه از چه مرورگرهایی برای اجرای پلتفرم استفاده کنید. برای آموزش استفاده از هدفون و میکروفون بسیار ضروری هست. این به شما کمک می‌کنه مطالب صوتی رو بهتر بشنوید و پاسخ‌های شفاهی خودتون رو پلتفرم منتقل کنید. کاتالوگ دوره. شما برای ورود به برنامه زبان روسی انتخاب شدید. روی دوره‌های من یا مای کورسز کلیک کنید. نام برنامه خودتون رو تو کاتالوگ پیدا بکنید و روی دکمه شروع آموزش یا استارت ترینینگ کلیک کنید. هر برنامه به روزهای آموزشی تقسیم میشه. برنامه درسی روزها و تعداد درس‌هایی که باید تکمیل بشن رو نشون میده. این قسمت شامل 2 بخش مطالب تئوری و تمرین‌های عملی هست. انجام شبیه‌سازی‌های تعاملی بر روی پلتفرم. در طول آموزش شما انواع مختلف از تمرین‌ها رو انجام خواهید داد. یادتون نره که برای حل تمرینات باید ابتدا درس‌ها رو به دقت خونده باشید. برخی از توصیه‌های مهم هم برای انجام تکالیف در این پلتفرم به شما داده میشه. بعد از پاسخ دادن از گذاشتن فضای اضافی جداً خودداری کنید. از نوشتن حروف لاتین خودداری کنید، حتی اگر خیلی شبیه به حروف روسی باشه. حروف بزرگ و کوچیک رو دقیقاً مطابق با تمرینتون بنویسید. بدون دلیل اصلاً نقطه نگذارید، خصوصاً اگر در متن کار مشخص نشده باشه. در زبان روسی علامت گذاری صحیح و استفاده صحیح از حروف کوچیک و بزرگ خیلی اهمیت داره.
ضمن اینکه در ابتدای دوره‌های آموزشی اغلب برای دانش آموزها سخت هست که صداها و عبارات رو به درستی بشنون. این یک روند کاملا طبیعی محسوب میشه. شما میتونید چندین فایل صوتی گوش بدید. در این تمرینات نکاتی وجود داره که قطعاً به شما کمک میکنه که به درستی به سوالات پاسخ بدید. بعد از اتمام تمرین فراموش نکنید که دکمه سبزی که در پایین صفحه قرار داره رو فشار بدید. فقط وقتی روی اون کلیک میکنید پلتفرم پاسخهای شما رو قبول خواهد کرد. در صورت بروز مشکل در حل تمرین‌ها همیشه میتونید به استاد خودتون پیام بدید. با همکلاسی‌های خودتون در گروه‌های واتساپتون تماس بگیرید یا از معلمتون در کلاس درس سوال بپرسید. برای شما آرزوی موفقیت در تحصیل رو داریم.